تاریک مترسو کی اونجا نشسته؟ مهمون برنامه برو دیگه خطری نیه؟ برو تو بچینه نبرو بذار برقا روشن بره. سلام بگردمت که از ما زودتر آمدی، از ما ترتیبت رشقه. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز، دوستان و سرورانی که این برنامه نود رو دنبال میکنن. باعث افتخار مایی که هر شب با ما تماس میگیرن، میگن وقت برنامه رو بیشتر کنن. امشب یک کارشناس داریم که به وقتش خودش برای شما معرفی میکنه که چه کاره و چه کار میکنه در فوتبال. یک نکته رو اول متذکر برم که هفته آینده مسابقات پرش با تیرکمون هستش، مسابقات لیگ سراسری، البته با پرش ارتفاع فرق داره، اصلا یک مقوله جداگانه است. حالا بعدا راجع بهش صحبت میکنم، اما امشب موضوع برنامه ما راجع به اتفاقایی که در زمین فوتبال یا حواشی فوتبال میفته و اتفاقای به حال خیلی جالبی هم است، در حد خودش حرف و حدیثش بسیاره. درسته؟ درست بفرمایید. ما سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز. خوشحالم که امشب در خدمت هستم. شرمنده ام از همه حضورا. به هر حال منظورشون این بود که از حضور شما شرمنده. ما تقاضا میکنم در ابتدای برنامه شما این افعال درست به کار ببرن. خب و فارسی رو پاس برم از این حرفا. خب برام بشینم که کف کفشو میخ داره، پاهم خواب رفته دیگه، بیشتر از این نمیتونم سرپا وایسم. در رابطه با مسائل خنده‌دار و حواشی اطراف فوتبال، همکارای ما تصویرهای قشنگی رو انتخاب کردن که با هم تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم سراغ کارشناس برای تجزیه و تحلیل. بله دنه را ثابتون بره. استوب، سینه پاس، چه موکنه، چه شوت خفنی، خلاف جهت دروازه‌بان گل بره، چه موکنه بازیکن، چه چشمه‌ای میه وسط زمین، چه ذوقی بکنه. بله اینجا ما می‌بینیم که از شدت خوشحالی فراوون می‌خواد بکشنش، تماشاچی هم ذوق می‌کنه، واقعا جای تعجبی، چه جور فرهنگی. خب اینجا ازش دلجویی می‌کنه، اما تماشاچی معتقده که باید البته بعد از این بازی دست و پای بازیکن شکست. متوجه این که خب این کارشناس ما آدم تیز و جلبیه و اخبار زودتر از ما میگیره و اطلاع داد که پای بازیکن شکسته. برای شما توضیح بدن که برای چی پای بازیکن شکسته؟ مگه به ماشین برخورد کرده یا تو گودال افتاده؟ اگه به ما اجازه بدین به علت ضیق وقت همه اینا رو بعداً برات توضیح میدم. خب این کارشناس ما حق داره که بعداً توضیح بده، چون گلوش خشک رفته. اگه اجازه بدین یک چای دارچین قند پهلو بخوره تا بره شما قشنگ توضیح بده. اوه گوشم سود میکشه. فهمیدم، به خاطر همین گوشیه که همیشه تو گوشم میذارم. خب تا شما چای رو مخورن آماده میرن، یک سری تصاویر دیگه رو با هم نگاه میکنه. بله چه خطای خیت مورزی میکنه، بازیکن شاکی بره. یه نمیر چی میکنی میشه خطا بکنی ازم بخور گریدو. بله خطای جوفاروزین بود. بله جوفاروزین یک خطا دیگه محسوب گفته. حالا فرصت برای بازیکن قرمز نزننش خطا کفش مال خود به از سر محل ما خریدم، از حراجی خودم خریدم، این بوش کنن. ما بازی نمیکنم. بله این بازیکن داور اخطارش میده و خطای کفش لنگه به لنگه بهش میگیره. به یک کسی کفش یکی دیگر رو پوشیده. بله حالا تو تصاویر بعد نگاه کنید به چه راحتی از پاش در میه. مشخصه که حداقل 3 شماره بلش بزرگتره. بله دستت رو رفته، این فیلم ها رو در نیار. داور میخسته فریب بده 4 ماه بعد محرومش کنن از فوتبال. بله اینجا پاس به عقب بده، بازیکن پاس به داخل بده بره مزننش. بله اینجا خطا. بله واقعا نگاه دیگه از این مهرستر اصلا دیگه امکان نداره. نگاه کنن چجوری چقدر موزون و منظم داره زمین مخوره. دستاشو نگاه کنن، این حالت طبیعی. چی خطا گرفتی؟ بذار چی کنم؟ به چی خطا میگیری؟ خطا نبود. خونسرد باش، به اعصابت مسلط باش. نگاه کن این کارا هم بچه رو بزنم یه تیمت بره پایین. برو ولی این صحنه‌هایی هم که دیدن جا داره که یک بحث کارشناسی خیلی دقیق روش بشه، ولی خب چون وقت نیست همه اینا رو یک جوری بعداً بهتون میگم. بعداً بگن؟ هانو زهرمار اگه قرار باشه از این بعد ما شما رو بگم اینجا بیاین و بعداً قرار بشه توضیح بدن که دیگه اصلا بگم نیان اینجا. این چجور کارشناسیه؟ گرفتی دیدش؟
نکته خیلی مهمیه. ما اینجا دعوت رفتم که کارشناسی کنم، نه اینکه تو بیا اینجا برای ما شخشنه بکشی اون وقت صدات برای ما بلند کنی ریز میبینمت. حالا تو گرفتی داداش یا نه؟ خب بیننده های عزیز خودتان ناراحت نکنن، این آقا خیلی دور ورزش بی ظرفیت. تا شما یک سری تصویر ورزشی میبینن ما عوامل صحنه ای میشونیمش سر جاش و ساکتش میکنیم. یک توپ سرگردون، یک استوپ کاکرو، یک ضربه سوباسه چه واکنه سجاف دروازه بزنه. بله حالا بخواه زیر پوشش نشون بده به تماشاشی. بله جنس زیر پوشش خیلی خوبه، شنفی زیر پوشش دورش میکنم میبینن از کجا خریده زیر پوشه. بله یکی گل میزنه اون یکی پش میکنه. بازیکن زد پا به تو بره مدوه، بازیکن قرمز زد مدوه پا به پای هم پیش برن. حالا پالنگی میده سرنگون بره، داور داره حمله بکنه به سمت بازیکن. بله اینجا بازیکن داور کپ بکنه در بره. داور ترسویه. من دارم صحبت میکنم میکروفون تو دهنم چرا گرفته؟ میگه داور قبل از اینکه بیاد تو بازی باید یک مقدار غذا مقوی بخوره، خیلی تاق بشه، توپل بشه، زورش هم زیاد بشه، در صورت لزوم دنبال بازیکن‌ها کنه، چون بازیکن‌ها تو میدون باید تمام حرفاشو پس میگیری. میگه نه باید شخشانه نکشی، باید داور لاغر باشی بتونی بهتر بدو کنه تو زمین. گشتم رفتم و جوجه کباب جلو کباب ما اگه احیانا چنه داور داد کشیدم ازش عذرخواهی بکنم، بری که وقتی گرستم بشه نمیفهمم چی کار بکنم، همش داد بکشم. منم از وقتی که ریش لنگری و موهای فرقی وسط گذاشتم و جل میزنم خیلی با خوبی انجام بدم و خیلی هم خوشحالم. واسه گلی نیو قد شغلی چخشنه بوده که دی حل بیده که چه پلاگلی ما من شخصانه لاغر من دو قد فدراسیون فیفا جفت لقد دیدن شخشنه کشیدن جزو خطاهای عمده حساب میره. تو همین قشورن تیما را دیدیو. مقدر تیما هر کی قش کنه مورش دکتر. تو خدا بلا بگیدویو. تو نمیدونم بدهیو. مقدر تو چقدر خضوع و خشوع دیری حقوق دو برابر میکنم. بچه سلام آشتوری جوری بخفیا آتیبیش بکنم. شنیدم شاخشنه میکشی تیما رو مبری واسه تا کارتون خوب هستی بیا اینجا آخر بازی واسه کارت ده پهلوون محل محشینم شاخ چند نفرش کشی بدونم چیکار کنم. سلام تو چطوری خوبی؟ عاد کنم همیشه زمین خراب بود به چاد زمین مخوردن. امروز زمین مسابقه مساعد بود زمین به چار خورد. ما رادیوم در رابطه با خط نگهدار بعد بگم چند دفعه از داریم آفتاید گرفت که آخر مسابقه باش قرار گذاشتم خارج استادیونی که کار دارم باش. به چام گفتم که اونجا بیان اما ما تک به تک باش مبارزه میکنم چون از قدیم جوانمردی و گذشت و خیلی دوست دارم و بهش احترام بذارم. خب از اتاق فرمان اشاره میکنن که بله ساعتم دیر وقتی بیمارستان ممکنه تعطیل بره، جای شما خالی. چه بزنی بود نوکرتون نم آوردم. این دفعه فقط یک گوشمانه دادم تا سری بعد طرفتن بشناسن بعد دعوا کنن. بله اینجا برنامه رو تعطیل میکنیم و همراه عوامل برنامه بره اورژانس که دست پاشون گچ بگیره.